فکر میکنید یوتیوبرهای افغانی ما چقدر معاش دارن؟ در این ویدیو قرار ما یکی از پربازدیدترین یوتیوبرهای افغانی را درآمدش براتون نشان بدم که مابین از در پاکستان زندگی میکنه که شاید همه شما بشناسید. هم درآمد سالانه‌اش براتون نشان میدم و هم درآمد ماهانه‌اش. البته تو کانال یوتیوب داره، درآمد هر دو تاش براتون نشان میدم که درآمد ماهانه چقدر درآمد داره، درآمد بالاخره سالانه‌اش چقدره. خب بهترین کانال یوتیوبش 138,000 سابسکرایب داره، 661 ویدیو آپلود کرده تا به امروز. اگر بازدید ویدیوهای همین کانالش رو ببینیم 452,000 بازدید گرفته، دوباره 319,000 بازدید، دوباره 299,000 بازدید، دوباره 217,000 بازدید، دوباره 209,000 بازدید، دوباره 200,000 بازدید. خب با این بازدید به نظر شما در ماه میتونه چقدر درآمد داشته باشه؟ خب درآمد ماهانه امین کانالش 1500 دلاره، فقط درآمد ماهانه‌شه. درآمد سالانه‌ش هم 28 دلار در سال است. خب این درآمد کانال اولیش بود، بهترین کانالش بود. تمام ویدیوهاش 68 میلیون بازدید داشته. خب کانال دومیش فقط ویدیوهای کوتاه آپلود میکنه، یعنی ویدیوهای طولانی آپلود نمیکنه، فقط ویدیوهایی که حالت مربعیه آپلود میکنه. درآمد همین ویدیوهای کوتاه در ماه 838 دلار فقط درآمد ماهانه‌شه. خب درآمد کانال دومیش، درآمدی که فقط از ویدیوهای کوتاه داره، در سال 25000 دلاره، یعنی 3000 تفاوت داره. کانال یوتیوب اولیش 28 دلاره، درآمد ویدیوهای کوتاه یعنی درآمدی که از کانال دومیش داره 25000 دلار در سال. اگر کدام یوتیوبر مد نظر دارید نامش را در کامنت بنویسید، من در ویدیوی بعدی درباره درآمد ماهانه‌اش و سالانه‌اش ویدیو میگیرم. ویدیو بعدی خدا نگهدار. کانال رو سابسکرایب کنید.